جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه فتوا، برنامه پرسش و پاسخ که به صورت روزانه و هر روز در ماه رمضان در خدمت شما خواهیم بود. در این قسمت در خدمت کارشناس برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و جمله بینندگان عزیز سلام و احترامات خویش را تقدیم می‌دارم و از الله تبارک و تعالی طلبگاریم که این ماه مبارک رمضان را به خوبی بالای ما به پایان برساند و به ما توفیق و هدایت نصیب کند تا حد ممکن طاعت و عبادات را در این ماه انجام بدهیم و کمی ها و کاستی های ما را بیامرزد. دو گناه اعمال ما را با همه کمی و کاستی که دارند قبول فرماید. آمین. جزاکم الله خیر. طبق روال معمول بینندگان عزیز برنامه را با سوال هایی که از طریق SMS فرستادین آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که ایشون ازدواج کردن و با همسرشان در خانه پدرشان زندگی میکنن، غذا هم همونجا با پدرشان میخورن. حالا سوالشون این است که آیا سرفطر را باید خودشان بدن یا پدرشان؟ این تابع وضعیت زندگی آنها است، در صورتی که آنها هر یک از خود یعنی سرمایه جدایی دارند. در اصل مکلف فرد خودش می بوده باشه که خودش باید از خود پرداخت بکنه و سرپرست خانواده از اعضای زیردست او در خانواده. در صورتی که اینها از خود سرمایه جدایی دارند و هر کس به جز از خورد و نوش عادی دیگر امورشان به حساب شخصی خود پیش می رود، در این صورت هر کس یعنی هر فامیل از خود ادا میکنه و زیر سرپرست. اما چنان که در بسیاری از فامیل ها در محیط های افغانستان و ایران و دیگر جاها مروج هست که مجموعه اعضای خانواده کاروبارشان هم یکی بوده باشه، مصارفشان و سرمایه‌ایشان مشترک کلی می بوده باشه، یعنی میان همه اعضای خانواده از سرپرست های خانواده که هستند. در او صورت یعنی جمعی پرداخت میکنند و در او هیچ نوع مشکلی در ای وجود نداره که یعنی از خودش ادا میکنه یا اینکه جمعی یک جا ادا میکنند و سرپرست خانواده از همه از صدقه فطری همه را یک جا ادا میکنه. هیچ اشکالی در ای وجود نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن اگر کسی در ماه رمضان بمیرد آیا وارد بهشت می شود؟ اگر مسلمان بود، از اهل ایمان بود، حتما وارد بهشت می شود و اگرچه گناهگار هم بود، گناهایش به اندازه گناهش اگر الله تبارک و تعالی خواست چیزی را خواست می آمرزد و چیزی را خواست در بعد از مجازات باز با وارد بهشت می سازد. مانند سایر ایام سال. اما از اینکه این شخص در جریان یک عبادت وفات میکنه،
این یک نوع توقع خیلی بیشتری و او هست که در جریان روزه‌داری او هست که وفات میکنه. این توقع خیلی بیشتر است برای او که یعنی الله تبارک و تعالی به این خاتمه خیر او را یعنی زندگی او را به پایان رسانیده. اما این که به مجرد وفات و مرگ در رمضان کدام خیری بوده باشه، ابو جهل هم با تمام دار و دسته‌اش که بود در غزوه بدر در همین ماه از این دنیا به دنیای دیگر رفتند و زیرترین طبقه دوزخ هم جایشان شد. به هر حال نفسی مکان و زمان برای انسان جایگاه نمی سازه. جایگاه برای انسان ایمان و داشته های قلبی و عملی او می سازد در اسلام. لذا نه نسب در اسلام معتبر هست، چون پسر نوح علیه السلام در میان عذاب شدگان رفت و پدر ابراهیم علیه السلام هم، حتی ابراهیم علیه السلام از جانب الله تبارک و تعالی سرزنش شد که چرا در حق ای که به کفر و از دنیا رفته استغفار میکنی و ابراهیم علیه السلام پس دوباره به الله تبارک و تعالی از همان طلب استغفار خود استغفار کرد. نه هم روابط خویشاوندی دیگر قسم زن نوح و لوط علیهم السلام هیچ اثری به اونها نگذاشت. به همین منوال دوستی و غیره یا روابط دنیایی هیچ نوع تأثیری در این نخواهد گذاشت. به همین منوال محیط، زمان و مکان هم تأثیری در این در اسلام در این امر از تأثیر مباشر و بذات از خود نداره مگر اینکه ضمنی چیزی بوده باشه. مثلا عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق همینجا در مدینه منوره وفات کرد. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله هم بالای او جنازه خواند، چون یعنی منافق در ظاهر مسلمان هست ولی در باطن بر کفر هست. یعنی زندقه مثل همین سیکولارای و دموکراتیک های فعلی دنیا، کسایی که لیبرال میگوین خدا اسم مسلمان میگوین که سیکولار و غیره خدا مینامند. حتی نماز و روزه هم شامل میشد، دنبال رسول الله صلی الله علیه و آله آمده نماز میخواند، ولی داشته های قلبی او، ایمان و باور قلبی او مشکل داشت. از این جهت رفت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لذا نه مدینه برایش فایده کرد، نه بقیف برایش مفید تمام شد و نه هم جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم با بالای او که بعد از او آیت نازل شد که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم. اگر برای استغفار هم کنید حتی ان تستغفر لهم 70 مره فلا یغفر الله لهم، 70 بار هم برای استغفار کنید، چون یعنی استغفار کنید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر الهی، محبوب ترین پیامبر الهی نزد الله تبارک و تعالی ابراهیم و محمد صلی الله علیه و سلم است. همین دوتا در دو نااهل استغفار کردن، الله تبارک و تعالی هر دو را به نوع ملامت کرد و هر دو از این کار خود استغفار کردن. پس یعنی تا اینکه شخص خودش، ایمان شخص، باورهای دینی شخص، عقیده شخص مستحکم و قوی نبوده باشه، این رابطه ها و این امور ثانوی به او هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. خب مکه و مدینه هم ابو جهل و تمام دستایش در مکه میزیستند و دیگرها هم در مدینه. این تأثیر در زمان و مکان تأثیر نداره تا اینکه ایمان خود شخص یعنی مستحکم نبوده باشه و با ایمان شخص بر مسیر حق روان نباشه. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، شماره تماس نیز زیرنویس شده و باز تکرار میکنم وقتی که تماس گرفتین سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین و منتظر نباشین صدا از تلویزیون پخش بشه. جناب دکتر بیننده پرسیدن که کتاب زبور بر داوود علیه السلام نازل شده و داوود علیه السلام پیامبر بنی اسرائیل بوده و به زبان عبری است، ولی سوال اینجاست که آیا هنوز هم پیروان این کتاب وجود دارن یا خیر؟ داوود علیه السلام تا به عیسی علیه السلام
تا با آمد عیسی علیه السلام تمام انبیای بنی اسرائیل در اصل احکام تابعی تورات بودند و داود زبور هم قسمی که یعنی معروف هست در اوساط علمی کتابی وعظی بود اما در دستورات اساسی احکام شرعی احکام تکلیفی تابعی تورات بود. از این جهت یعنی گفته میشه که زبور احکام مستقل جز نسخی بعضی احکامی که در تورات بود شامل دیگر چیزی نمیشه. همچنان انجیل هم کتاب بر تورات بود. با بعض اصل در انجیل هم اصل در احکام عیسی علیه السلام هم در شریعت عیسی علیه السلام هم همان تورات بود و احکام از تورات در انجیل منسوخ شده بود و تغییر یافته بود و بعضی احکام جدید در او صادر شده بود. لذا ما حتی مسیحی ها عیسوی ها وقتی که برمیگردیم به کتاب مقدس از اونها، کتاب مقدس شامل چیزهای یعنی تورات و کتاب قدیم هست و کتاب جدید که این 4 انجیل است. یعنی اونها کتاب مقدسی که نزد مسیحی هست چون انجیل به ذات خود تشریعی مستقل کامل به مانند قرآن کریم نداره بلکه تابعی مکملی تورات هست. از این جهت یعنی مسیحی ها هم با عنوان کتاب دینی خود تورات محفوظ داشتند و با خود نگه داشتند، کتاب قدیم و کتاب جدید. اما نسبت به این در زبور یعنی چیزهای اندکی هست که چیزهای مطالب اندکی شاید بوده باشه که در آنها تغییرات و تعدیلات آمده باشه و در اصل احکام شریعت لذا مشهور بین اهل علم همی است که زبور کتاب وعظی بود، کتاب وعظی و زهدی بود، نه کتاب تشریعی کامل و مستقل. جزاکم الله خیر. تماسای بینندگان عزیزم وصله و باز از بینندگان خواهش میکنم که وقتی که تماس میگیرین سوالاتون رو به صورت مختصر آماده داشته باشین و همچنین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین چون صدا از تلویزیون دیرتر پخش میشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون. اول دندان ما در روز رمضان درد میکنه ولی زیاد میشم خون زیاد میاد. صداتون یکمی مشکل داره. دوباره بگین سوالتون رو. سوال دوم این که سوال اولتون. سوال اول دندان ما درد میکنه در روز رمضان. دندانتون. بله ولی من زیاد میشم با خون زیاد میاد. بخاطر اینکه چاره دیگه ندارم باید زیاد میشوی؟ بله میشویم ولی خون زیاد میاد. خون زیاد میاد؟ بله. درست. سوال بعدی؟ سوال بعدی وقتی که در تراویح 4 رکعت سنت اگر بخونم 2 رکعت از اول آیت و برای 1 رکعت از وسط آیت یعنی وسط قرآن منظور باز رکعت 4 بیاد برای سر بیاید آیا صحیح یعنی حرکاتی منظور. درست. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلامت باشید. مردم از تهران تماس سوالی داشتم. بفرمایید. سوال اینه که ما حنیفی مذهبی اذان مغرب به مذهبمون دیرتر، حتی ما از سفارت ما الان موقع ایرانی از سفارت افغانستان اوقات شهری که ما میگیریم با اذان که شما میدین حداقل 8 دقیقه فرق داره. یعنی ما از کدوم اگه تابعیت کنیم تا اذان شما ما اذکار کنیم یا چیزی که سفارت ما گفته؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟
نه دیگه ممنون میشم اگه توضیح دیدیم، چون ما به شکل دیگه شما مثلا 8 دقیقه فرق میکنه چیزی که سفارت میدم. درست. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. روزه مبارک قبول باشین. سلامت باشین. همچنین شما. بفرمایید. سوال جدیدتون؟ دو سه سوال دارم ان شاء الله میخوایم جوابش بشم. بفرمایید. سوال اول. اولی که اسم اعظم در کدام سوره قرآن مجید است؟ سوال اول چی بود؟ اسم اعظم. اسم اعظم؟ یس. اسم اعظم در قرآن یعنی در چه آیه اومده؟ بله بله بله. سوال بعدی. اگر با چلا با اون بشینید که مفاد دارد بخوانید. یکم شماره تر بگین. اگر گفتم اسم اعظم که بخوانی در کدام صورت بخوانه چلا بگیره. چله بگیرن؟ بله بله میتونه آدم بگیره. چله به چه صورته یعنی؟ یعنی میخوای 40 روز یا 30 روز بخوانه آدم حفظ کنه. شیخ متوجه شدین شما؟ چله گرفتن با اسم اعظم؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ بله بله. نماز تهجد قبل از تراویح، نماز تهجد قبل از وتر خوانده میشه بعد از وتر. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال سنت‌هایی که در روز جمعه یا بعد از وتر؟ روز جمعه نیت میشه یا روز؟ بخشین اول سوال متوجه نشدم، دوباره بگین. سنتی که در روز جمعه 4 رکعت سنت پیش از نماز و بعد نیتی بر روز جمعه شما نیت شده میشه یا بر روز نیت روز جمعه شمرده میشه یا؟ بله بله، یا بر روز دیگر روزها. در کدام روز میخوانن؟ خب در روز جمعه سنت میخونن، یعنی نیت روز جمعه است دیگه، سنت جمعه. نمیدونم چرا همین نیتی که میکنه بر روز جمعه. منظورت یعنی نماز جمعه حساب میشه یا نماز ظهر؟ اینجوری منظورتونه؟ نه من روز جمعه که میره نماز به نماز فرض میخوانی پیش از افطار که سنت میکنه. همین نیتی که بر نیتی که گفته میشه یعنی. جان بله بله. درست. تشکر از شما. یک سوال دیگه هم دارم. بفرمایید. برداشتن پول از کمک خیریه. درست. بله. سوال دیگه هم دارین؟ بله بله. آخرین سوال من برداشتن پول از کمک خیریه مسجد چی حکم دارد؟ درست. برداشتن؟ یعنی وام بگیرین، قرض بگیرین یا بدون اجازه برداشتن؟ نه پول مردم فقط میتونی از برداری بدون وام. کسی مسئولش نیست. بدون اجازه یعنی؟ بله بله. مسئول نیست برای مسجد میپذیرد. تشکر از شما. قربان. ان شاء الله پاسخ دریافت میشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خوب هستین جان شما؟ بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. زنده باشین، آرام باشین. بنده سوال داشتم در مورد من خودم قاچاقبری میکنم دیگه. گفتم قاچاقبری چطوری است؟ مثلا از هر کسی که از سر مرد مثلا به ایران که بار میکنیم از هر کدامشان 100 تومن مثلا نقد میگیرم. بعد اگر یعنی انسان رو رد میکنید، درسته؟ اشخاص رو رد میکنید؟ جانم؟ یعنی افراد رو رد میکنید، مردم رو رد میکنید از مرز؟ بله مردم رد میکنم. مرد داخل ایران دیگه اینجا بعد من اگر نقد پول بیده 100 تومن ازشان میگیرم، اگر یک موبایل بیده 200 تومن میگیرم. این چطوری میشه؟ دوم من سوال دیگه داشتم درباره مثلا گفتم مثلا یکی فقیر است بعدش هم نماز نخواند و فقیر باشد و نماز نخواند، این آدم مثلا صدقه میده یا نه؟ پس دوم دیگه درباره تریاک سوال داشتم که
تریاک خرید فروشش چطوری است؟ مثلا بکارد زحمت بکشد مثلا بفروشه این چه رقم میشه؟ دیگه در مورد حواله خانه دارم که از هر 100 تومن ما مثلا در هر 770 روپیه ما 20 روپیه مثلا از این یا 20 روپیه یا 30 روپیه میگیریم، مثلا این چه رقم میشه؟ این برای ما دوری میشه. امینه دیگه جوابشو میخواستم. تشکر از شما که سوالاتون رو خلاصه مختصر نوشتین. تشکر باشین. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم سلام. در خدمت شما هستیم. من سوال داشتم. آدم که دو تا زن داشته باشه، بعد از اون مثلا زن که الان خود مثلا بگه که آقا مثلا من مثلا وقتی اجازه مطمئن نکرد، مثلا تو میره بخونی درس تو میری یا جای دیگه تو میکنی یا خیلی مثلا زندگی میکنی، این فرق لباس یا خونه که مثلا خیلی زندگی بچه دیگه خود میخورم فرق سفره غذایی که مثلا میخوری اینی که با واسه منه، اما چه محبت دو اصلا نباشه. منظورتون دو زن دارین؟ دو زن هست یعنی؟ بله دو زن دارم. دو زن هست که یعنی فقط محبت فرق میکنه. غذا خوردن سر یک سفره چیز درست. کلا فقط میر محبت تی دل که مثلا زن بود برو بیشتر گیرونه زن کالون میه و تیزی برم. درست. انشالله صحبت گرفته باشیم دیگه. من یعنی اینجوری گرفتم یعنی که مهر و محبت شاید نسبت به زن دیگه بیشتر باشه. این حکمش چیه؟ درسته؟ صداتون هم مشکل داره برادر گرامی. انشالله که همین باشه. تشکر از شما. الان چی؟ الان خوب است. یعنی سوالتون همینه. میگم بازی اجازه دادم، گفتم اگر مثلا بخونید یا کار کو میری دیگه جای مثلا میری خیلی زندگی میکنی هر چی راحتی فقط تیتل میره محبت نمیتونن خودم میره که خودم برم بیرون بعد زن کالون آمده باشه خودم بزی اگه کارم بند یعنی بود. یعنی در دل محبت نباشه منظورتونه؟ درست. ولی زندگی همین چیز یعنی خوبه. یک دقیقه زنی کلانی و زنی یک دقیقه زنی خورد خدا آورده ایران با خود، زنی کلانش گفته که خانه پدر میری هر جایی که میری آزاد هستی. همین تو هست؟ نه زن کلان هم پیش من با سه تا اولاد که داره، بعد غذا خوردن و وقت دادن پیشن و همه امکانات روی یک تا سایی میره محبت دل دیگه نمیشه که بیاید باشه. بس صحیح. تشکر از شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشیم. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. ما وظیفه داریم برای زندگی خود معنا پیدا بکنیم و ما دوست نداریم زندگی ما بی‌معنی باشه یا معانی مزیف و باطل و نادرست باشه. ما در زندگی باید در جستجوی معنایی باشیم که ما را به رضای خدا برساند، ما را به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت برساند. هر کسی برای خودش و زندگی خودش معنایی در نظر گرفته، همه تلاش میکنن که برای زندگی خودشون معنا پیدا بکنن و وقتی به اون میرسن
احساس میکنن که زندگیشون معنیدار شده، چون که به معنایی که دنبالش بودن رسیدن و سعادت خودشون رو در اون معنا میبینن. زن میتونه معنای زندگی یک عده‌ای باشه، دلشون هم خوشه وقتی بهش میرسن. بچه میتونه معنای زندگی خیلی ها باشه، دلشون خوشه وقتی بچه پیدا میکنن و ناراحتن وقتی بچه دار نمیشن. شاید دست به طلاق زنشون هم بزنن به خاطری که بچه دار نمیشه. مال، مقام، ثروت برای خیلی ها معنای واقعی زندگی شده. جمال، شهرت معنای زندگی خیلی ها شده. جمال اینا همش میتونه معنای زندگی یک عده‌ای باشه. یک سوال خصوصا از قشر جوان، معنای زندگی شما چیه؟ جوان جواب میده فلانی، مگر تو نمیدونی که معنای زندگی ما چیه؟ بله میدونم. معنای زندگی همه شما الله جل جلاله. از کجا فهمیدم؟ از حضور عاشقانه در خانه خدا برای استماع کلام خدا و رسول خدا. معنای واقعی زندگی انسان که به زندگی انسان شکل میده، بها میده، رنگ و بو و طعم خاصی میده، به انسان عزت میده، آبرو میده، سعادت و سربلندی، تعالی و ترقی میدهد. فقط الله جل جلاله است. علما میگویند هر چیزی در این دنیا که فنا به اون راه پیدا میکنه نمیتونه معنای واقعی زندگی ما و شما باشه، به دلیل اینکه اگر با ملکه زیبایی دنیا ازدواج کنیم پیر میشه، جمالش رو از دست میده، زشت میشه و نهایتا میمیره. با پیر شدنش، با زشت شدنش، با از دست دادن سلامتی و جوانیش، با مردنش تو باید دیوانه بشید. من معنای زندگی ما از دست دادم. چرا معنایی برای زندگیت انتخاب کردی که میدونی فنا بر اون راه پیدا میکنه و تو رو عزادار میکنه و معنا رو از زندگی تو میگیره؟ چرا معنای واقعی دائمی سرمدی و ابدی که هیچ گونه فنایی به اون راه پیدا نمیکنه برای زندگی خودت انتخاب نکردی؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اینطوری جواب میده. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونه معنای زندگی باشه. اینا همش وسایلی هستن که ما را به معنای واقعی زندگی در دنیا میرسونن که زندگی اخروی مرتبط به زندگی دنیوی است. الحكمة ضالة المؤمن. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل
بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب دکتر، بیننده اول پرسیدن که کسی که دندانش درد میکند و دندان بشورد خون بیاید آیا روزه باطل میشه؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد در اصل به حساب دندان درد بهتر می است که به دکتر مراجعه کنن و تداوی اساسی برای از او بکنن به جای اینکه به شستشوی زیاد مخصوصا با کریم دندان و اینها بیشتر مرض او را بیشتر زیاد میکنه و بیشتر باعث اذیتی او میشه. و به هر موضوع جانبی بود، اما در مسئله این به اساس روزه هیچ اشکالی نداره مگر اینکه در این جریان چیزی نوشیجان کنه، بنوشه چیزی از آب و این چیزها. در اون صورت اگر چیزی که به فراموشی بود روزه را نمیشکند، اما چیزی که بر قصد بود روزه را میشکنه. اما با مجرد شستشوی و یا خون آمدن دندان و اینها روزه فاسد نمیشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون بخصوص الان که وقت نمازهای تراویح است زیاد خونده نماز خونده زیاد میشه، گفتن که آیا میشود در این رکعات ترتیب سوره ها را حفظ نکرد، از اول قرآن یا وسط یا به این صورت خوند؟ بله، هیچ اشکالی در این نداره. روز گذشته همین را جواب گفتیم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگران ثابت است که سوره مثلا سوره عما یتساءلون در رکعت اول میخواندن و از پاره 27 سوره دیگر، سوره الرحمن یا امثال یا واقعه هست، از اونجا میخواندن. و همچنان آمده که در رکعت اول از سوره حج و در رکعت دوم از سوره یوسف خواندن و در این هیچ اشکال وجود نداره. و همچنان که صحابه که در هر رکعت، دو صحابه از اونها در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله آمده که در هر رکعت قل هو الله احد، بعد از سوره فاتحه اول قل هو الله احد را می‌خواندند، بعد از او یعنی در داخل همان رکعت باز یک سوره دیگری را ضمن او می‌ساختند و در هیچ نوع اشکالی وجود نداره. تنها امر استحبابی تعدادی از علما گفتند و امر استحبابی که بعد از مصحف عثمان رضی الله تعالی عنه و ترتیب عثمانی باید همین ترتیب مراعات شود و اخلال در این نیاید. ما این امر که استحبابی نظری هست، مبنای الزام شرعی در این نداره و کسانی که در اینجا مطلب علمای شرعی را که در این حکم استحبابی که گفتن او را نفهمیدن، در اینجا بیجا بند میشوند و خود بند میسازن یا لجوجی میکنن. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که حنفی مذهب هستن و در تهران زندگی میکنن. گفتن اذانی که در تلویزیون پخش میشود 8 دقیقه با اذانی که از یا وقت نمازی که در سفارت اعلام شده فرق میکنه، چیکار کنیم؟ بله، در سفارت در مجموع چیزی را احتیاطی در نظر گرفتند، احتیاطی که در شریعت معتبر نیست، بلکه و از آنه که در اینجا گفته میشه قبلا هم استاد سلیمانی برادر عزیز فضل الحق سلیمانی حفظه الله اینجا بیان کردن که به اساس چندین بررسی های علمی تحریر شده، نوشته شده که رابطه عالم اسلامی و دیگر نهادهای متعدده به این تایید کردن و گزارش کلی از اونهاست و حتی
همین خود تهران حساب کمیته که غروب آفتاب و طلوع آفتاب تعیین میکنه، غروب و طلوع آفتاب آنها هم مطابق به همین معیار برابر هست، یعنی هیچ نوع چیزی در وجود نداره. اما بعضی از علما و مذهب حنفی و دیگر مذاهب، تمام مذاهب اهل سنت در هیچ نوع در وقت افطار هیچ نوع اختلافی ندارن که وقت افطار وقت هنگام غروب آفتاب هست و وقت سحری هنگام طلوع صبحی، دمیدن صبحی صادق. در این هیچ اختلاف میان اهل علم نیست. کسانی که از این و آن میگیرن و بعضی گرفتار معلوماتشان را که بعضی از تعلیمات خود از کتاب‌های مثل 4 کتاب که کدام زندیق نوشته در وقت‌هایش خلط کرده، چیزی از آیین زردشتی و چیزی از تشیع و چیزی از سنت و چیزی از قرآن و حدیث و از چیزی از افواهات غیبی که هیچ عقل با او، یعنی با هیچ عقل و با هیچ معیار عقلی برابر نیستن، اینها را آمیخته کتاب ساخته و در میان مردم انتشار داده و مدت‌های طولانی شاید صدها سال در میان مردم مروج بوده به عنوان کتاب دینی، حالا که کتاب یک مسلمان نیست. به هر حال از او گرفتن و در این موضوع مسئله آنچه که در دیانت تشیع هست که غروب آفتاب در نظر نمیگیرن، بلکه برای افطار طلوع یا روشن شدن برآمدنی اولین ستاره بزرگ چیزشان هست و در بعضی از روایاتشان که در برای از حدیث دروغین هم ساختن، حتی تشتبه که نجوم، یعنی ستاره ها با هم در آسمان، یعنی ستاره ها در آسمان طور فراوان دیده شوند، یعنی تا با او زمان افطار نکنه. وقت افطار او را تعیین کردن و این در نصوص شریعت و در مذاهب اهل سنت هیچ جایگاهی نداره، تنها در نزد اهل تشیع هست چه به شمول زیدیه و دیگرایشان. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این بود، گفتن که گفتن اسم اعظم در چه آیه از قرآن آمده است و آیا می شود چله گرفت با اسم اعظم؟ راجع به اسم اعظم اختلافات بیشمار است، چون در هیچ حدیث یا آیه تصریح نشده که فلان نام الله تبارک و تعالی اسم اعظم است، بلکه گفته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قرآن کریم الله تبارک و تعالی دارای نام‌های نیکی که هست، پس الله تبارک و تعالی را با این نام‌های نیکش از او حاجت خواهی کنید. اما گفته شده که یعنی اسم اعظم که در بعضی احادیث آمده که الله تبارک و تعالی نام می‌داره که اذا سئل به اعطى، وقتی که با او سوال شود چیزی سوال شود میدهد. در احادیث متعدده که آمده در بالای از اونها که اللهم اسألك بأنك انت الله لا اله الا انت وحدك و امثال از اینها، که در بالای از اونها آمده که کسی که با این دعا کرد، با این دعا را خواند، الله تبارک و تعالی بعد هر آنچه حاجتی که داشت قبول میکنه. در اینها هم نام‌های متعدد آمده و در عمومشان نام لفظ الله هست و در بعضیشان یا حی قیوم هست، الحی القیوم. لذا بعضی ها میگن که سوره اخلاص این قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سوره اخلاص نام هایی که در ای آمده. و بعضی ها اکثریت میگن که الحی القیوم که در آیت الکرسی آمده و همچنین در آیه دوم سوره آل عمران آمده و در جاهای دیگر یک جا آمده همین الحی القیوم بوده باشه. این موضوع به اسم اعظم. سوال دیگری هم در این بود. بله، اما موضوع چله گرفتن بالا یک نام الله تبارک و تعالی چیزی است که از بدعاتی هست که صوفیه از بودایی ها گرفتن و در قدیم براهیمه میگویند و براهیمه یعنی هندوها، از هندوها و بودایی ها
انتقال شده و قسمی که بسیاری از مسائل دیگر به تصوف و تشیع اینها از اونها انتقال شده. این هم از جمله همون چیزها است چله گرفتن بالای یک نام و هیچ اصلی در شریعت اسلامی ندارد. جزاکم الله خیر. آیا نماز تهجد قبل از وتر خوانده میشه یا بعد از وتر؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، آخرین نمازتان در شب باید وتر بوده باشه. پس آخرین نماز ویتر می بوده باشه و تهجد هر آنچه هست قبل از او. و در اینجا قسمی که میخوانند همه شب، یعنی در رمضان میخوانند همین تراویح بخشی از تهجد است و ویتر آخرین نمازی در نماز تهجد. آخرین نماز وتر باشه دیگه. بله، در آخر نماز. لذا میشه که وقتی که چون نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کسی که بعد از تراویح هم میخواد که در قسمتی از شب نماز دیگری بخونه اضافه از این تهجد، در ویتر را با امام نخواند، منتظر باشه تا اینکه تراویح تهجد دیگری خدا تکمیل کرد، در پایان ویتر خدا بخونه. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیانه گفتن در مورد سنت روز جمعه، نیت روز جمعه بکنه یا نیت دیگری؟ در عموم نیت زبانی هیچ اصلی در شریعت ندارد، از امور نه در شریعت اصل داره و نه در لغت اصل داره. چون از رسول الله صلی الله علیه و صحابه کرام و ائمه دین هیچ یک از اونها نیت لفظی نیامده و نیت یعنی قصد و اراده. معنای لغوی نیت قصد و اراده، عزم قلب، تصمیم دل. پس تصمیم در هیچ زبان، کاری زبان در هیچ لغت، در هیچ یکی از زبان ها کاری زبان نیست، کار قلب است. پس حتی کسانی که در قسمت استدلال کردند و استحباب از خود ساختن، اشتباه فقهی از اونها به شمار می روه، یعنی نمیتونن که بالای از او در هجوم بکنیم، اشتباه فقهی به شمار می روه و مبنایی که برای ذکر کردن مبنایشان این هست که چون عوام الناس نمیدانن که ما چند رکعت خوانده، چی میخوانم، عوام الناس چون نمیدانه لذا باید به زبان ذکر بکنه تا یکی باشه و این خیلی استدلال نامعقول هست، چون اصلا کسی که نمیدانه که چی کار میکنه او مکلف نیست، او از دایره تکلیف خارج است و تکالیف شرعی بالای اون نیست. اما کسی که کار انجام میده حتما میدانه که من چی کار میکنم. لذا حتی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کسی که خواب بر او غلبه میکنه او را حکم کردن که نماز فرضی خدا نخوانه، بلکه رفته خواب خدا بگیره تا که غلبه خواب از او بیرون شود و بتونه با قلبی آگاه نماز خدا ادا کنه. و در توجیه رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که فإنه لا یدری لعله یستغفر ربه او یسب نفسه. نمیداند که او در همه که میخوانه از پروردگار استغفار میکنه، خدا دشنام میده. پس باید که آگاه باشه که چی کار میکنن و همگی میدانن که ما چی کار میکنیم. همین که آمدی در بالای جای نماز استاد شدی، خود تصمیم قلبی چیزی بود، همون حکمی نماز. تنها اینقدر فرق میکنه که برای نمازهای فرضی اگر یعنی اذان و اقامت وضع شده و برای نمازهای نفلی این نیست. جزاکم الله خیر. بنده پرسیدن که برداشتن پول از صندوق کمک خیریه مسجد بدون اجازه چه حکمی دارد؟ حرام است. واضح هست که پول خیریه که برای مصالح مسجد هست و برای استفاده همگانی نیست که هر کس هر چی خواست برداره، لذا هر چی از اون میبرداره حتی مسئول مختص صندوق بوده باشه حرام است، بلکه حرمت او بیشتر است. حتی امام مسجد بوده باشه برش بالاتر از همه حرام است. اما اگر یعنی صندوق خیریه هست که یعنی باز هست، هر کس چیزی انداخت و کسی چیزی
گرفت هیچ قیوداتی نداشته باشه و این دروازه یعنی مجال مفتوح باشه، باز باشه. در این صورت هیچ اشکالی نیست و فکر نکنم که چنین صندوق وجود داشته باشه. جزاکم الله خیر. رد مرز کردن مسافرها، سوالشون گفتن که مسافر رد مرز میکنیم و از هر کدام نقدی 100 تومان میگیریم، اگر نسیه بدن یا یک ماه بعد بدن 200,000 تومان میگیریم. حکمش چیه؟ در اصل اول حکمی همین رد مرز کردن انسان ها خودش، یعنی قاچاق انسان ها خودش یعنی مشکلی اصلی خود داره که اخطار زیادی را در وضع فعلی می داشته باشه. افرادی که در این جریان به هلاکت میرسند، چی از جانب یعنی پاسبان های مرزی و چی از اثر تشنگی و غیره که است، این شخص در تمام این جریان ها شریک می باشه. بله، راه های مأمون و محفوظ هست که این اخطار نبوده باشه. در اون صورت یعنی می شود یک مجال ساده تری برای یافت، اما این که وضعیتی که هست و در این جان اشخاص زیادی در این به خطر میافته، این موضوع در اصل شراکت در این گناه در میان هست. حکم پولی که میگیره این مسئله دیگر است که برای از او چی میگویند، یعنی تفاوت نرخ با نقد و نسیه. بله، تفاوت نرخ با نقد و نسیه این مسئله جداگانه است که علما در اختلاف دارن، اما در مثل این حکم در تجارت عام و نظر شخصی ما ممنوعیتی هست، اما جمهور اهل علم در چنین مسئله جواز دادند و از لحاظ ادله رأیشان مرجوح است. جزاکم الله خیر. فقیری که نماز نمیخواند آیا صدقه به تعلق میگیرد؟ برای از یعنی صدقه و زکات رسمی داده نمیشه، اما به حساب حالت انسانی که هست، صدقه خاصی که هست، حتی به غیر مسلمان هم میشه که انسان رحمدلی بکنه، کار خیر یعنی چیز انجام بده. اما مخصوصا کسی که مسلمان هست و هیچ نماز نمیخوانه، در اینجا مشکلی شرعی شدید داره. اما در حالت شدید بوده باشه، در اون صورت از صدقه عادی، یعنی غیر از صدقه های فرضی، میشه که با او هدیه کرد. 3 سوال مونده و 1.5 دقیقه وقت. خرید و فروش مواد مخدر تریاک حرام است. بیننده بعدی گفتن که حواله‌ای که از هر 100 روپیه یا 170 روپیه 20 تا 30 روپیه میگیرن، حکمش چیه؟ این هیچ اشکالی نداره، بدل خدمات خود میگیره، اما اصل مسئله تفاصیلی داره که در اون تفاصیلش موارد نادرست و موارد جایز و ناجایز داره. اما اصل مسئله ای که در بدل حواله کرده، خدمت حواله و تحویل دهی پول در کشور دیگر مبلغ میگیره، در این اشکالی در این نیست. اصل اشکال در نحوه تعاملی و پول هست. بیننده بعدی گفتن 2 تا زن دارن و نسبت به زن همسرشون همه چیز رو رعایت میکنن، غذا و خانه و سکن و همه چیز، فقط مهر و محبت وجود نداره. در صورتی که عدالت مراعات شد، مهر و محبت تفاوتی او طبیعی می باشه و در انسان معذور می بوده باشه، اما به شرطی که حقوق را پاسداری و رعایت کنه. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الذهن يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر.